درود به شما. زنی فقیری از ناچاری به رادیو زنگ میزند و گوشی را که میبردارند پخش مستقیم است. میگوید میخواهم پیام به پروردگار رسانم. پیام میگذارم. مرد این گوش میکند و کاتبهش را فریاد میکند. میخواهد که مسخره کند این زن را. میگوید خرید کن گوشت، میده و چیده، هر چیز روزگار. بیبر به فلان سراغه به این زن بیده و بگو که این از شیطان است، از ابلیس. کاتبه وقتی که در زن را میکوبد میبروید، همه چی را میدید، اینقدر خرسند میشود اشک از چشمانش جاری میشود. بعد کاتبه میپرسد که آیا نمیپرسید که از کی است؟ زن میگوید نه، مهم نیست به من. وقتی پروردگار فرمان داد حتی شیطان خدمت میکند. لا اله الا الله.